دروغ گفتن آورده است. دروغ گناه کبیره است. دروغ خونه تمه سوزونه. این دروغ یه چیزی است که آبرو تا مقصد که در بین مردم میریزونه. فرد روز قیامت شرمنده روز قیامت میکنه. دروغ بخوی نخوی یه روز نه یه روز اشکار میشود. این پشتیمی گی خره و از او مگر بود شود جر میشود مقصد اشکار میشود. اما دروغو هم تروش سیاه میمونه. ولی ببینید در اگر همین روایت حدیث بگیریم یک شخصی هست که زینوکار بود توبه کرد از زینو. اگر حدیث بگه حدیثش قبول میکنه توبه کرد. اگر دزد بود این توبه کرد توبه نصوح کرد روایتش قبول میکنه. اگر به شرط دروغ باشه در همین شریعت یک بار دروغ گفته باشه تمام عمری باقی مونده توبه کنه دیگه چه قبول نمیکنه. تمام خلاص او را میگن وضاعی